بچه‌ها تو شرکت کانال جدید اومدم داخل بازی. این با همون بازیه که بود دیروز گفتین دارم میسازم و میخوام اینا رو بیدارشون کنم که بیام با هم بازی کنن. صبح شده پاشید. اینجا کجاست؟ اینجا کجاست؟ سلام. اینجا یه بازی اسکریدی هم که من دیروز همش ساختم به زحمت کلی. بازی اول لباس خوشگل داری. لباس کنم شبیه منه. خدا داریم دیوونه میشیم اینجا. لایک کن. خب بریم برای بازی اول. اومدیم با مسابقه بازی اول. برنده این بازی 1000 تومان 450,000 تومان برنده میشه. شرکت کننده من بازی اول 456 میلیون دریافت می‌کنه. آماده اید؟ بله. بله. خب شرکت کننده من انگار خوب قایم شدن. بیاین بیرون. بازی اول تونستی. بریم مثلا راند دوم. بریم سراغ قایقاتون شید. خانم بیاین ازتون یه محاسبه بگیرم. در آخر بازی ازتون محاسبه میگیرم. محاسبه. خب سوار شدید؟ بذار آهنگ پخشه 3 2 1 شرکت کنندگان تونستن و زیر ما دارن جنگ میکنن. بیاین بیرون بیاین بیرون بیاین بیرون. خب راند 3 دیلی ببین. بیاین بیرون. ببینم اما این بازی چه چیزی دارید خوش گذشت؟ بازی خوبی بود. با پولش میخواین چیکار کنید؟ با پولش نمیدونم. شاید یه ماشین خریدم، شاید یه فون خریدم. گوشی بخره بهتره. گوشی با اوکی. خب شرکت این بازی از نظر من خوب بود ولی این راندش خوب بود. راند بعدیاشو نمیدونم چجوریه. خب خانم آناتا بله نظر در روز بازی چی بود؟ خیلی بازی خوبی بود. از 1 تا 10 بهش 8 میدم. اوکی. خب شماره 67 و شماره 67. خب اوکی. شما به راند بعد میگید بخواید با پولی بازی چیکار کنید؟ 456,000 تومان. 1000 تومان یا میلیون؟ 3 میلیون. یه ماشینی چیزی. البته ماشین که نمیشه. الان خب یه خونه میخرم باهاش. خونه میدونی میلیارد؟ نه خونه نمیشه. گوشی میخرم باهاش. گوشی آنایت خانم یه الان میخرم. گوشی میخرم. بله بله. یا خدا. خب با شماره من 3 2 1 شکر کنم شما بردید. نظرتون در مورد این بازی چی بود؟ بازی خیلی خوبی بود. من از 1 تا 10 بهش 10 نمره میدم و تشکر میکنم از شما. خیلی بازی خوبی بود. خانم نظر از بازی چی بود؟ من 1 تا 10 بهش 10 میدم. واقعا خیلی ممنونم از شما که این بازی خوب ساختید و براتون یه دست میزنم به افتخارتون. دست شما نکنه. با هم دست بزنیم. 3 2 1 به آماده بازی بعدی هستید؟ بله. براتون بازی بعدی چیه؟ نمیدونم. تا حالا بازی اسکریگن خرید تو مانکرافت؟ نه. خب اون حتما همین الان بوده. او بچه ها نمیدونم که بچه ها وقتی رفتن پایین TNT رو نها کردن شاید بعد نها کردن ولی ایشالله که نگاه نکرده باشن. خانم آناتا پشتش برید.
اول تو میری یا من برم؟ اول من رفتم دیگه شما برید. هر کجا خب این دفعه تو برو اول. برو. چرا واسه ما هیچ علامتی نمیاد سبز و قرمز؟ خود TNT ازش میره پایین. خب بچه از من سوال کردن ببخشید. با آتی بیا دیگه. یکی بعدی ها میمیرید. اون یکی باید چسب شما برید. ببندم. این یکی دیگه شما برید. بچه من برگردم بزنیم چون که ارتفاعش من اصلا نگاه نکردم چقدر بزرگه. ببینید بچه ارتفاعش خیلی زیاده. مثلا اگه بخوام بپریم من نمیشه. میشه بچه ها بریر هست. خانم آتیس خانم خوشحال هستی که بریر گذاشتن؟ خب من باید برم. اینجا خیلی ارتفاعش خیلی آتی میشه نه یه روز باید کنم. کدوم باید برم؟ بچه فکر نکنید چیتا دارم بریر میذارم. نمیتونم بپرن نمیتونم بپرن. بپرید بفهمه دانشی خانم. فقط 10 ثانیه دیگه فقط 10 دقیقه دیگه وقت دارید. برم؟ بچه ها اینو بدون به قرآن مجید اصلا نگاه نکردن. ببخشید. بزن قدش که. برید روی TNT ها به دست حالا تست بریم کنید. تو TNT. تست کنید. این TNTه. خب این بچه ها دست کنیم. بابا کاری نه به بچه ها. خدافظ. خدافظ. بذار بای بای.